با اون مهلت معین برقرار کرد. یعنی اجل معنوش در لغت مهلت برقرار میکردگیش فقط الله هست که چند قدر عمر میبینه، از سال و ماه و هفته و روز و دقیقه و ثانیه، این معین میکردگیش فقط الله هست. یگان فرشته و یگان پیامبر و یگان کسی دیگر به این دخالت ندارد. الله ذوالجلال بیان میکند که فاذا جاء اجلهم، همون مهلتی که الله ذوالجلال برقرار کرد، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک نفس کشیدن، یک دقیقه گفته نمیشود که یک کس پیش از مرگش مرد، یا گفته نمیشود، تصور کرده نمیشود که یک نفر یک دقیقه از عمری که الله برقرارش کرد درازتر عمر دید. این خیلی تصور کرده نمی شود، چون که الله ذوالجلال حکمش برآورد فاذا جاء اجلهم، اون مهلتی برقرار کرده الله که به اتمام رسید، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خیلی که در یک مخلوق چی هست که ما و شما در یک تلفن یک بودیلنیک هم میمونیم، یک وقت معین هم میمونیم، همون وقت معین که اومد رسید در همون تلفن یا که ساعت باشه آگاه میکنه، خبر میده. انا همین عمر ما و شما را برقرار میکردگیش فقط الله هست. شخصانی که در شهر مسکو هستند میتوانند حجامه بگیرند. حجامه برای تمام دردان شفا هست، الخصوص سحر و جادو، حسد، چشم، بیماری های قلبی، پرخوابی، بخوابی، بی‌اشتهایی، درد معده و دیگر دردهایی که جسم شما را اذیت میدهد. میتوانید در رقم های روی اکران بوده زنگ زنید و حجامه بگیرید و خود را از درد و رنج با اذن خدا رهایی بخشید. هرچی از زیاد کرده نمیشه، کم کرده نمیشه. در بعض حدیث ها هست که سیله رحم یعمرن دیار و یزددن فی العمر، عمر زیاد میکنه و مثلا دیار آباد میکنه. اصلا در آیه های قرآنی الله ذوالجلال چی است که بیان میکنه که عمر یگون امکانیتی نداره کسی زیادش کنه و یا کمش کنه. عمر دراز شدن در حدیث معناش همون است که عمر با برکت میگذره. مثلا اگر 70 سال عمر میدیدگی باشه، زیاد شدن عمر به خاطر هست که همون عمر به طاعت، عبادت، عمل صالح میگذره تا 70. عمر بی برکت همین است، کوتاه همین است که مثلا در 50 سالگیش یک صدمه میشه یا عور یا میکنه و 20 سال دیگه مثلا میانش میشکنه و در جاگه خوب میمونه. این عمری بی برکت است. این فرقش این است. فرق این نیست که عمرش 70 باشه و 10 سال دیگه کشه و 20 سال دیگه کشه، این امکانیت نداره. برای که خدا مهلت معین میکنه، برقرار میکنه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. او دراز شدن به این معنا است. آیه دیگری که خوندیم الله ذوالجلال بیان میکند مردی که خداوند میگه ما خلق کردیم، تفرون منه، شما از این گریزان هستیم، و اینه ملاقیکم، او رو برای شما پیدا خواهد شد. همچنان که قصه شهاد داملو بیان کرده که یک کس باید در هندوستان باید ادرال جانش میگرفتم، در این جدیدش از ترس گفت که دعا کش بود مرا اوجا برا در اونجا جانش گرفت گشت اومد. یعنی این چی است؟ از مرگ همه میگریزد. الله ذوالجلال بیان کرده ان الموت الذی تفرون منه، مرگی که ما خلق کردیم شما از او گریزان هستیم. از او گریزان بودن به خاطر که از یک بلندی احتیاط میکنیم که نغلطیم که هلاک میشیم. یک کسل شدیم حتما 10 تا 20 تا دکتر و دارو جمع میکنیم که هلاک نشیم. از اینجا قناعت نکرده دیگر جا میریم به خاطر که هلاک نشیم. غوث میکشیم در زمستون که گرم شیم خنکی هلاک مون نکنه. همه وقت انسان حرکت میکنه، جسمش نگه میداره. همین گریختن از مرگ است. موت الذی تفرون منه. لیکن الله ذوالجلال چی است که همون آیه پیشینه که وقتی که مهلتی که خدا با قرارش کرد و معینش کرد دیگر فانه ملاقیکم، رو به رو پیدا میشه و جان به حق فصل میکنه، دیگر راهی نداره. حضرت بزرگوار میگفت که سرشت آدمی چون هست از خاک،
رجوعش باز شد در خاک نمناک. سرشتی همه آدمی، خلقت آدم از خاک است. منها خلقناکم. خداوند میگه از همین خاک شما را خلق کردیم. که پیشتر عقیده های هم طریق سفسطه بود و داروین دیگر بیچاره از گمراهی و بیسوادی در به همین میمون که شبیه داره آدم گفتن از میمون شیده دیگر دیرین اکر 20 عصر گذشت یک میمون آدم نمیشه. یک گپی به عقلانه بود که امروز از این گفتهاشون پشیمانن منکرن میگن نه. امروز هم از سر چکار کرده است تصدیق کردن با سرخم کردن با قرآن که هر چقدر در همون سیستم دوری مندلی و هر چقدر الیمنتی که در همون هسته در خاک هسته همش در وجود یادم است. در وجود یادم آهنه، در وجود یادم گچه، در وجود یادم زهره، در وجود یادم بوده، همه چیز در وجود هر چیزی که در زمین هست در وجود یادم هست. همون را بیان میکند که سرشت آدمی چون هست از خاک رجوعش باز شد در خاک نمناک. امیران و وزیران کچکلاهان، هر یک نفری که امیر بود و وزیر بود و ندیم بود و کچکلا بود همه سر در نقاب خاک کردن، لباسی زندگانی چاک کردن. تو هم ای جان شیرین همچنانی و این عمری قلیل تا کی بمانی. و جز از مرگ سودای دیگر نیست و جز از مرگ مأوای دیگر نیست. بیا بگذر از این دنیا پرستی، بشو خاک زمین گر عاقل استی. نمیماند ملک اینجا نه انسان، نه بلبل ماند و نه باغ و بستان. همه سرگشته و نادیم به خاکن، جوانان و عروسان سینه چاک. البته که همه ما و شما میدانیم که نه در آمدن اختیار داریم نه در رفتن اختیار داریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. پروردگار صاحب ختم کلام بزرگت صاحب این نام تامور که به خاطر خشنودی و رضای تو فرزندان مادر مرحومه آماده کرد. صاحب امر به معروف و نهی از منکر که الحمدلله در این محفل ما تامین انداز بود. اولا به درگاه بینیازم خلافت، بعدا برسون به روح جمعی پیغمبرانت، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روحیان حضرت را از صاحبای خاندان، از شرکت کنندگان این محفل خیر شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان. و قبل روز قیامت از شفاعت هم حضرت قبل از همه مادر مرحومه را، فرزنداش، مهمانانش را که امروز در این محفل خیر شرکت دارند، مجموعاً جمعی امتی با آر و با ناموس و محب شد برخوردار و بنصیب گردند. بعدا برسون بر روح جمعی مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمعی روح ارواحی که از صاحب خانه ها و مهمانان امید دعا دارند، خاصتا به روح والدین ایشان محفوظ دارد. پروردگار و رحمت و مغفرت جون کن، خاصتا مادر مرحومه را خدایا در محبوبه جنت مستقر گردان، از اعمال نیک فرزندا روحش همیشه شاداب میگرداند. خداوند و غیرت و همت منبته که بعد وفات پدر و مادران هم فراموش نکنیم، هرگز فراموش نکنیم که بعد وفات فرزندا پدر و مادر در ذمه فرزندا حقها دارند. یکی از همون حقها همین است که همیشه به خیر یاد جان کنیم، در حقش دعای نیک کنیم، اعمال خودمون نیک خوب کنیم که وقتی در عالم برزخ اعلان میشود که فرزندی فلانی فلان و فلان کرد، بیچاره‌ها تشویش نشوند، بیچاره‌ها مایوس نگردند. این اعمال بنی آدم یعرض علی اقربائه من موتاهم، عملهای فرزند آدم در نزد خویش اقرباش در عالم برزخ همیشه عرض میشود. خداوند و غیرت و همت منبته که نمازها را قضا نکنیم، در قعده آخری هر نماز در حق والدین دعا کنیم تا از اون نماز پدر و مادرامونم گذشته‌هامونم یک اجر حاصل کنند و بگیرند. پروردگار مادر و رحمت مغفرت می‌کنم و فرزندا در این مصیبت یک صبر جمیل را ارزانی داد. خداوند غیرت شو بده که با خویش اقربای مادر هرگز رابطه خویش تباری و صله رحم منقطع نگرداند. دوستاشون همچون دوست قبول داشته باشند، احترامشون به جا بیارند، زیرا حضرت صلی الله علیه و سلم این مسئله را تاکید کرده است. اللهم اغفر لها وارحمها واكرم نزلها ووسع مرقدها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.